به نام خداوند مهربان و نهایت با رحم. همدیاران عزیز، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این یک حقیقتی روشن است که آنچه در تاجیکستان از مشکلات و قانون شکنی ها میگذرد حد کنار ندارد. اما نقطه‌ای که باید به آن توجه کرده شود و میتواند به واسطه آن در آینده به این همه قانون ویران کنی ها و خلافکاری ها پایان داده شود این است. اول اینکه باید بدانیم این قانون ویران کنی ها و این خلافکاری ها از آنجا سر میزنند که تمام مقامات و در رأس آنها نفر اولی تاجیکستان به کشور، قانون و مردم هیچ ارزش قائل نیستند. این همه را مال شخصی خود می‌دانند و با آن طور به دارایی‌های خود خصوصی خود کار می‌گیرند، معامله می‌کنند و تصرف می‌نمایند. برای همین است که هر کی و هر کی چیز انتقاد یا اینکه پیشنهاد کند، اگرچه اون انتقاد یا اینکه پیشنهاد سازنده و به منفعت کشور، ملت و مردم هم باشد، آنها آن را به شخص خود قبول میکنند و به اون مخالف میبرایند و او را خائن، دشمن و هر چیزی دیگری که باز منفور و بد است نام میبرند و نهایت مردود و بدرغش میکنند. این یک امر طبیعی است که دولت، حکومت، شرایط، قانون و دستور خاصی خود را دارند و در نزد آن همه چی در ساحه رشد و ترقی باشد و یا سببگاری بینظمی و عقب ماندگی برابر مسئولیت دارند. دوم اینکه این گونه نیست که تقدیر یک کشور و یک ملت به یک طایفه آن وابسته باشد. دیگر در آن کشور بجز همان طایفه باقی خائن و زیانکار باشند، هیچ خیر و نیکی از آنها به ملت کشور نباشد. این فکر غلط است که یک کشور به یک شخص و یک طایفه مربوط باشد. جنگ خرابی هم به او مربوط باشد و صلح و وحدت هم جناب عالی هم همون یک نفر باشد و در ناخونک پیشوا هم همو باشد. این گونه درست نمی آید که گذشته کشور و ملت از همون یک نفر وابسته بوده باشد و آیندهش هم باز به همون ارتباط داشته باشد. خب می شود جنگ خرابی و ناآرامی ها را به یک نفر یا اینکه به همون نفر نسبت داد، اما دیگر پهلوهای کشور و مردم
اما دیگر پهلوهای کشور و مردم اگر به دیگر کسی هم مربوط نباشد به خود ملت وابسته هستند. زیاده از 25 سال است که مردم از برکت رهبری در ناخونک خیرتمندانه شما آواره و سرگردان است. پدر و مادر از فرزند جدا هست، فرزند از زن خانوادهش، کودک ها باشند از شفقت و مهربانی این هر دو. مردم جای کار ندارند. اگر آنهایی هم که جای کار دارند آرام در سر کار خودشون نیستند. زیاده از 2 میلیون مردم مخصوصا جوانان و صاحبان تخصص بیرون از وطن به سر میبرند. قریب به نیم میلیون نفر سالانه برای دریافت کردن شهروندی در برای کشورهای دیگر درخواست تقدیم میکنند و باز برای مردم با این همه لازم است که صبور باشند و شکرانه کنند که چنین حالت دارند. خب دیگر کشور در ان همین حالت است. اما راه حل چی است؟ خب ما باید بدونیم که محض همه همین ها برای آن یک طبقه سبب شده ایستادند که اونها عجب و خودبینی و غرور را برای اونها به بار بیارند تا به کشور و مردم هر گونه بخواهند همان گونه حکمرانی کنند، قانون را عوض کنند، کدامی را میخواهند و به منفعت اونها هست وظیفه و مقام بدهند و شخصانی را هم که نمیخواهند با عیب خیانت از سری راه دور کنند و از بین ببرند. حالا سخن را به درازا نمیکشم. تنها با چند چیزی که در بین مردم شهرت یافته است به اونها اشاره میکنم. تنها به همین معامله خویش و نزدیکان نفران اولی کشور و مقامات اجراییه های محلی که چگونه با مردم سر کار میگیرن و این کار یک کارش است که یعنی طی چند وقت در رسانه ها دور میزند. یک خویش، آن هم از خویشان طرف زنی نفری اول، از خویشان طرف زنی اولی یک کشور، نفری اول یک کشور، هر چی بخواهد میکند. کسی برای او مانع شدن نمیتواند. قانون برای او وجود ندارد. اگر لازم شود، اگر قانون لازم شود، هر قراری را بخواهد بیکار میکند و هر قانونی را که بخواهد برایش به تصویب میرسونند و آماده میکنند. بازار را ویرون میکنند. مکتب و معلم و کارگر و کارخانه برای مردم و کشور چقدر خساراتی هم که بیارد وقتی برای خود او منفعت ندارد فرقی نمیکند، از بین میبردش. خب دیگه ما و شما در نوارهایی که در شبکه های مجازی پهن شد ماجرای بازاری مردمی در ناحیه شهر توس همه ما دیدیم که با مردمی صاحب ملک، صاحب کار چی رفتارهای صورت گرفت. در نهایت خسر برده رئیس جمهور غالب اومد. آن مسکینی به سرپناه را مردهاشا
به زندان بردن و زن فرزنداش نابالغ شو در بدر آورد. یک نفر کارمند عادی از مقامات تنظیم است یا کدام کمیته بی خدایی است به مسجد می دراید، امام را، ملا و نمازخوان ها را دشنام، تحقیر، حتی تهدید هم میکند. اگر مسجد و جای جمعیتی مسلمان ها بسته نشود فلان و فلان و فلان. چرا؟ زیرا آن اجازه رسمی ندارد. اجازه رسمی هم دریافت کردن یک امر غیر قابل اجرا است که به هیچ وجه امکان ندارد. هم دیاران عزیز، داملاهای محترم، امام خطیبان صاحب مقام، در اصل علت اساسی این گونه رفتارها آنچه که کردن و آنچه که ما مشاهده کردیم اون نیست، بلکه سبب اساسی در این ماجرا دشمنی به دین، بدبینی به ملا، اهل علم و شریعت و اجرایش مناسک دینی، اذان، نماز، امر معروف، اخلاق، انسانگری و منع از کارهای ناپسند، میخوارگی و پایان دادن به ظلم و حقخوری و خون مردم مکیدن است. حالا یگان داملا و امام خطیب جرأت چنین گفتنها را در خطبه و موعظه های خودشون ندارند، ولی همان از آن که در 5 وقت نماز صدا داده می شود، حضور مردم مسلمان دست جمعی مانع عیش و عشرت و باعث ناراحتی یک طایفه از دین زدایان و خدا بیزاران شده است. برای همین باید مسجد بسته شود. رئیس یک ناحیه، مقامات اجرایی محلی در مجلس رسمی حکومت رئیسان جماعت را با الفاظ بد دشنام میدهد. دهان از پیش و پس خود، مادر، زن و دخترهایشان با لفظی قبیح نام میگیرد. کسی از اونها جرأت نمیکنه چیزی بگوید. عجیب است. یا این طایفه از مردم کر گنگن یا زیاد ترسو، یا تا حد منفعت دنیایی و وظیفه براشون مهم است که دهیوسی را برای خود قبول دارن، از خود، مادر و خواهر و زن و فرزند حمایت کردن را نیست. حالا ببینیم این نماینده حکومت باز این دشنام و تهدید همون جماعت ها را، رئیس های جماعت ها را به خاطر آن میکند که از همون مسجد هایی که منع شو کردگیان فطری روزه درآمد مالی از یک مناسک عبادت دینی کم جمع آوری شده است. اونها هم که باشن، حالا که در دهان آب گرفتگی استادگی هستن، باز رفته دوغ پاپیسه شونه بر سر امام خطیبایی که هیچ صلاحیت ندارن به اونها میکنن. نه مردم، نه همون امام خطیبان و نه همون نماینده های جماعت ها و نه همین رئیس اجراییه، رئیس ناحیه‌ای اجراییه محلی، در عموم حتی نه نفر اول کشور و نه سود پروکورور و نه یک سرحدبان و نه یک عسکری قطاری و در عموم مردم عادی حق و حقوق خودشون نمیدونند.
مردم نمیدونن که در قانون اساسی کشور اگر حالا با این تغییر ایلوه ها اگر دیگر نشده باشد، از جماعت ها شروع کرده تا رئیس جمهور را در تاجیکستان مردم انتخاب میکنند. همین رئیسان جماعت ها را رئیس اجرایی محلی یعنی رئیس ناحیه حق تعیین و گرفتن نداره. خب تایید رئیس جمهور بعد انتخاب اونها خب همچون یک عمل تشریفاتی و اثبات در کارش خیلی ضرور است، اما یک رئیس ناحیه حق در قانون حق ندارد یک رئیس جماعت بیکار کند یا کسی را تعیین کند، چون که این وظیفه هم این مقام هم از طرف انتخابات رأی مردم صورت میگیرد. کجا رسد که با یک رئیس جماعت دشنام و تحقیر و حتی تهدید کند. جماعت ها و حالا همین نماینده تنظیم است یا اینکه نماینده کدام کمیته ضد خدایی است، این حق را ندارند که به مردم از راه زور و تهدید کار بگیرند. رئیس ناحیه هم باشد حق دشنام و تحقیر و تهدید رئیس جماعت ها را نداره. این جنایت است. باید این رئیس اجرایی محلی، این رئیس ناحیه طبق طلبات قانون به دادگاه کشیده شود، باید مجازات شود. ولی از یک طرف از ناآگاهی مردم به حقوق خودشون سوء استفاده کرده به جنایت دست میزنند و مجازات هم نمیشوند. از طرف دیگر اون مقامات اجراییه های محلی یعنی رئیس های ناحیه خوب میدانند که خود این نفر اول کشور خیش نزدیکانش مثل که همه کشور مال خصوصی آنها باشد، مست مغرور تاجیکستان از من گفته هر چی بخواهند انجام میدهند. همین گونه است حال تمام مقامات حکومتی از پایان تا به بالا. خب نتیجهش دیگه چی است؟ نتیجهش این است که رنج، ظلم و اذیت را مردمی به سرپناه میکشند. زیان و خسارات را وطن و ملت. خواهران و برادران عزیز، همدیاران محترم، من اینجا در این لحظه ها به همین مقدار کفایه میکنم، با آن وجود که چنین قانون ویران کنی ها و خلافکاری ها از طرف مقامات مخصوصا نزدیکان نفر اول کشور دیگر وزرا و مدرا تا حد زیاد است که در حساب نمی رنجد. آدم را یک طفلی مکتبی را با ماشین پخش میکنن، به هلاکت میرسانن، ولی گناه در سر کمبودی تکنیکی ماشین سبکروی ساخت نیمیسی است یا اینکه یابانی. به سر افسری کلان ناظری را از تفنگچه در حالت سرخوشی تیر خالی میکنن. کی؟ یک پسر یک کلان شونده ناظری راه بیمار است گفته به نفقه میبروید و بچه این کلان شونده به جایی که مجازات شود برای گذراندن مهلت مجازات به اروپا فرستاده می شود. خب دیگر علاج چی است؟ تنها اینجا به مردم مراجعت میکنیم، به مردم که همون جماعت ها هم جزئی از اونها حساب می شود. به اون روی می آریم و می گوییم ای مردم شریف، در غفلت نباشید. ای هموطنان عزیز، تا به کی در این غفلت؟ از حقوق خود باید خودمون حمایت کنیم. این خوبی از حد زیادی ما و شما همین است که اون طایفه را جرأت داده است که قانون شکنی کنند.
ما و شما رو حقارت و تحقیر کنن، حتی تهدید کنن. پیجا فکر کنیم تا بکی حالت به این منوال ادامه پیدا میکند. اگر 100 سال دیگر ما و شما منتظر شویم که دیگران برای ما و شما وضعیت را دیگر میکنن یا اینکه بهبودی میبخشن، این غلط است. و اگر به امید اپوزیسیون که با این همه ناعدالتی ها مخالفند و کمری همت برای تغییر آن بستند باشیم، هم به کمک شما آوردن اون عدالت و برقراری حقوقهای از دست رفته ما و شما امکان ندارد. بنابر از همین لحظه ها باید شروع کنیم در فکری درخواستی حقوق خود باشیم. این کار به جنگ و سلاح برداری نیاز ندارد. این کار را از راه قانونی ما حق داریم که حق خود را بخواهیم. این را قانون برای ما اجازت داده است. یک به همون قانون نگاه بکنیم. برای اونها اجازت نداده است که دشنام کنند، تحقیر کنند، تهدید کنند. برای ما قانون حق خودمون طلب کردن را اجازت داده است. این که میگویند مخالفین در فکری جنگ و خرابیان، سلاح و مهمات در خانه های خودشو پنهان کرده بدن، اینها دروغند. و اینکه یک نفر ملا واعظ، یک جنگاوری که در جنگ های سال 1992 و 1997 مجبور شده بود و جنگیده بود و عوف شده است، او را شاهد میارن که بر ضد یک گروه دیگر شاهدی بدهد، اینا همش ساختن، اینا دروغن، اینا تهمتن. آن بیچاره ها مظلومانی هستند که فکر کردن عوف شدگیان، صاف دیلانه در جا و مقامی که تعیین شده بودن کار و فعالیت کردن. حالا که به نفقه رفتن یا اینکه از کار گرفته شدند به کار ملکی و برای زندگانی خودشون مشغول کار بار شدند، حکومت برای تهمت‌های بی اساس خودش در اون آشوب‌های اخیر که پیامدش منع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده بود، هیچ دلیل ندارد از این گونه شخصان استفاده میکنند. تا یک مدت هم باشد فکر شما را از اصل واقعیت دور نگه بدارد. این صبر و خوبی شما همین را بدونید که برعکس باعث ظلم و با خلافکاری های نوبنو برای این طایفه وحشی طبیعت شده ایستاده است. بزرگای ما در قدیم گفته بودند اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست. اشک کباب موجب طغیان آتش است. هر قدر پیش یک وحشی طبیعت ستم پیشه زاری و تولا کرده شود، همون قدر ظلم و بیرحمی او طغیان میکند، بالا میرود. به مانندی سوز و گدازی همون گوشپاره‌ای که بالای لخچه علاو گذاشته میشود جزوز میکند، آبی بدنش روغنش جدا میشود، در بالای لخچه میریزد. برعکس لخچه با علنگش بازویتر میشود. خب دیگر
تقدیر کشور و ملت و دریافت حق و حقوق هر یکی ما و شما و خود ما و شما وابستگی دارد. این نعمت خیلی کلانی است که اگر یک کشور را رهبرهاش، مقامات اجراییش انصاف داشته باشند، کشور، ملت، مردم برای اونها ارزش داشته باشد و خدمت کنند. اما وقتی که قانون، کشور، ملت، همه اینها تنها یک وسیله باشند برای ادامه در سر قدرت ایستادن، پس در اون کشور بی سعی و تلاش، بی کوشش خودی شهرونداش، مردمش، ملتش حق و حقوق اونها و ارزش کشور و ملت و سرزمین آورده نمی شود. الله مهربان ما و شما را موفق بدارد تا از حقوق خود آگاه باشیم و در طلب حقوق قانونی شرعی خود باشیم. پروردگار کشور و ملت ما را از چنگال ظالمان رهایی بدهد و سربلندی را نصیب ملت اذیت کشیده ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.